شما را گسل میکنم. دیگر هرگز به اجازت قرخانه جرأت گپ زدن نکن. با کسی کلمه جرأت نکن را نگوی. کی داد زد؟ با شما در اینجا بودن ممکن نیست بانو. با من علاقه‌مندی ندارد. من پرسیدم که کی داد زد. به سوالتون جواب دادن نمیتوانم. تو یگان چیز را نشنیدی؟ در بالا کیست؟ التماس بانو. من میبینم. افسوس میخورم که کمک کردن نمیتوانم. در اینجا کسی داد میزند. شما شاید یگان کسی را میکشید. از پایان به بالا برآمدن من است. در خانه خودم کسی مرا منع کردن نمیتواند. پدرتون بانو. اکنون از این کار دست بکشید. من از کجا میدونستم که این سنگ است؟ فکر کردم که این حجت های است. اپا ما را دستگیر میکنند. ایرین یک طرفیز خودم میکنم. بیا مان اپا. این دفعه سهم نیه. کارمند عملیات بیکار کرده شد. برگرد عملیات بیکار کرده شد. چی گپ شد؟
акаи ҳикмат, хоҳиш мекунам эҳтиёт кунед, хароб накунед. ҳасбуналлоҳ. як пораи нисбатан хурд. апа як тарафист беҳуш шуда меафтӣ. мо худамон мегирем. ҳарчи ҳам бошад, кош ин Али набошад. مادر 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 جان چشمانتون رو کشوید. مادر برخیزید. مادر سلوی در را کشو. سلوی در را کشو. بیا دخترم بیا سلوی در را کشو. زودتر. سلوی در را کشو. مادر جان مادر. دخترک را برید. اونجا نیستید، ماشین را آماده کنید. ینگه تو چی کار کردی؟ امروز در استانبول در سه نقطه‌های گوناگون سه ترکش به عمل آمد. اما از سبب آنکه تفتیشات هنوز پورا اجرا نشده است، کارمندان امنیت به ما هیچ گونه شرح و ایضاحی ندادند. چند نفر زخمی‌اند و چند نفر مردند، اینش هم هنوز معلوم نیست. در کوچه مرکزی در شهر استانبول در نزد چراغک هنگام حرکت با ماشین یک نفر با تیر کشته شد. این شخص کتابخانه‌چی اصلان اکبی نام دارد. جناب اصلان، من اگر در مدت یک هفته پیدا نشوم خیلی شاد می شوم اگر شما این را شخصاً به آن نشانی فرستید که در بالایش نوشته شده است. او طوری گپ زد مثلی که با او حادثه روی می‌دهد.